ما شماشته کجا چه ما منطقه نه مادن یه درگه وقتی درگه ببخشید ولی که سواده ایشان بالاخره پیر زاید اگر شما تشویش مکنی نارات مبید به حفظ اردو و سپاهیان وقتی مشهور به من به تنهایی را خبری که امیر ارسلان کارون چه جاگه پاده به یک طرف اردوه پرده چسکت رفت ایشان در ادا داشته به چند کلمه عرض کنی که امیر ارسلان نامدار همه که اجزیاء آیی ایربو چه تعفن دپ سلیم بو آرامزاده که بیهوش بید وقتی به هوش آت و تارا در باگ دیدی که هر دو دست آیه محکم پشتا بسته کردن پیرزال اپریتی دیدی که یک چمه وتی بستگی در بالای تخت تلاین نشته 80 تن چکنیزان ما صورتین برابر آیی وشتاد همه که امیر ارسلان چمپچکو پیرزال نعره جاتو ای جوان مادر بخدا ترا چه حد آکه قدم در مملکت بنی جان بله طلسم کاله سنگباران بپروشه یک بار به دزدی در این مملکت اتکه وقتی اتکه و رفته به خیالتی رسی که هنری کته دوباره جورت کته اتکه تو نزانته که هر تکه گوشتی به دست صد اپریت و جنه بنی جان کپیته حرامزاده تیر به چم من جنه اگر ترس چه خداوند شیرگویا مبیت محمد تر ریز ریز کتگه امیر ارسلان گوشت ای جلب گیسو بریده اگر خدای 18,000 عالم پرستون بدن خاک دست کاسه سرت تیوتی خداوند من کنم آب پتیاره وش ناره جت و چند اپریت حاضر بیتن گوشتی ای حرامزاده ببریم در زندان این شپی نگاهی بداره باند صبح آیه به دست بسته ببرید در کاله خداوند به دست محرمان و کشیشانی به سپاره و برگرده اپریتان تعظیم کد سر زنجیر امیر ارسلان گفتن آیی به زنجیرخانه برده و همه پیما گوش برده کره بکرا به گردش گذشته در بند کشید وشی وجه کره با همه چی هستین گردن ای بنده نه گردن بنده یا گردن سومت من آسینی مزنه گردن همی زندانی هم بنده کره بکرا وشی با ای گردن یه رکو در بنده کو آشب دا صحبه امیر رسول نامدار یک کو تنها در زنجیرخانه به درگاه خدا نالد تا زمانی که کرس وجه روچ جهانتاب چه زندان اپکا سری در ناکشت و عالمی چوتی نورا منور و روشن کد صبحدم که آفتاب نورانی گلو آهرمن زهم بدرید برگرفت این حجاب ظلمانی قوت بازو سلیمانی وجه فصل 19 وجه فصل 19 اشی مضمون شیرگویا خدای دوتانی نه هنگامی که گوشی صبح بید اپریتان زندانبان داخل به زنجیرخانه بیتند تو سر از زنجیرانی پالهنگانی وجه امیر ارسلان گفتن به طرف قلعه شیرگویا رفتن کم که مسافتی که رفتن کم رای تایکته قلعه ظاهر بید تمام به سجده کپتا امیر ارسلان چه اعتقاد آهانی که تعجب کد و دیدی که تا به در قلعه رستن اوشتاتن اپریتانی که در بان قلعه بیتکتن امیر ارسلان که دیده پادت کن به درون قلعه رفتن به کشیش بزرگ که نایب خداوند هسته و تیمنا نایب خداوند عرض کد کشیش پادت به درون گنبد رفت در برابر شیرگویای سجده کد عرضی کو ملکه ریحانه بانو امیر ارسلان رومی به دست بسته به خدمتش میگه دیم داده شیرگویای گوشت داخلی کنی کشیشان در نات تتکان سر زنجیر امیر ارسلان گفتن داخل قلعه بیتن امیر ارسلان قلعه دید مانند بهشت
بر اینکه چه هر طرفا جو نر مانند سلسبیل وشی جاری تن درختان میوه‌دار تمام چه طلا زمرد یاقوت اڈ کتکتنته بجای سنگریزه که مثلا همه جوان تو کا سنگریزه بی بجای سنگریزه در گوهر مروارید من جوانی جدولان تو کا رد کتنته دور تا دور قلعه گرفیانی اڈ کتکتن که منزل تا همه کشیشانی و محرمان همه وطمنا خداونده در وسط قلعه گنبدی چه طلای درجه یک اڈ کتگا و دری چه جواهر برای گنبدا نصب کتگا 400 صندلی طلاهین دور تا دور وجه خیابان قلعه پرچده و ردیپا ایرتن 400 کشیش ریش اسپیتین تمام گل لباسا شوکین گوده گوره مرسنین پشتگته و هر یکی یه دست خری پتلا گبته با کمر جتگا و زیر چیر صندلیون نه چیر زبر صندلیون قرار گرفته یعنی صندلیون سرا نشتگتن کشیش حاجب که بزرگ آهانی و نایب و تمنای شیرگویای هسته خداوند بیته و چند کشیش دیگه که سر زنجیر امیر ارسلان در دست هستن اتکن تا به در گنبد که رسته امیر ارسلان نگاه داشت کشیش حاجب داخل گنبد بید دوباره اجازتی گفت آواز مهیبه ترنده و تمنا که به گوش امیر ارسلان رسید که داخلی کنه حاجب واجه دنا تا سر زنجیر امیر ارسلان به دستی گفت داخل گنبدی کد امیر ارسلان اوشیه دلیزه یعنی پولی مزنی دید که تمام چه طلا و جواهر زینت بیتگا اڈه کتگا و 100 نفر به همه مرسا پوشتن لباس گناه کتگا به دست خران طلای به کمر روی صندلیان نشتگتن 100 نفر وجه دست خر و تمناشان طلای اڈ کتگا سبا چو خنجر وڑا نا نشان علامت مسکت تو خنجر ہوتی لانکا جنا نشانی دست خر طلای بوتی کمر جتا بستگا این نشانی ہوتی منا دست خر گونه درو شیطان پرستنده بود نه و که داخل بیتن 100 نفر وطن بزرگ تن 400 نفر پدا آهانی نماینده تا همی صندلی طلایانی سرا نشتگتن 100 نفر خاصین تن پدا 100 نفرانی سرا پد دیگه یک نفر یستگ وطی منا درستان چی مستره وطی منا شیرگویا چی رند خاصین هماییه که درستان یک دستخری بود سرینا بستگا جتگته 100 نفر هم گوشی مرسا پوش با دست خرا طلا با کمر وطیگا صندلیان سرا نشتگتن جا دلیزا چی که گوزه پولی این پولا چی که گوزه داخل گنبد اصلی که به که مکان شیرگویای بیتن تمام همگی یوشی تمام سجده کد به امیر ارسلان هم گوشت سجده بکن امیر ارسلان محل نداد چمی و مکانی کبت که اگر تمام زر و جواهر دنیا اوشی جمع بکنه سرس ای زر و جواهر نبا رو بینی در سقف و دیوار ستون زمین ای مکان بکار برتگتنده پردیان مرواریده موسته گنبد آویزان تا لونجان تا و صدای مهیبین چه پشت پرده فس بید که پردیان جمع کنی برد بچنی تا این مادر به خطای آسیا من بگند و این گناهکارا یعنی صدای مهیبین چس بیوشی پردیان جمع کنی تا این مادر به خطا گناهکارا من بگند و پیر مرد او بگندونی پیرمرد حاجب پرده وجه جمع کو چم امیر ارسلان به تخت طلاهین کبت که 200 پایه یوشی هستم تختا یا نر شیر سیاهین گو 70 زر
کد 70,000 گوشی های کد ده و بالچه بالا گوشن چین تیری مزنیم بدر ربطه سری به اندازه یک گنبد دواره گوشی گنبد مزنه دپی تو یک گاری چمان چو مثل کاسه مشعل سوزان چو مشعل رو کنه بر روی هم تخت سره وابتگه و تا پرده که جمع کتن پیرمرد حاجب و گشیشان و تمام محرمان مثل برگ درد وشی به زمین رد کن سجده کد هرچه به امیر ارسلان گوشت جوان سجده کن اصلا اعتنای تعبیلی نگفتن کشیش حاجب پشت گردن امیر ارسلان گفت هرچی زوری جد که خمی بکن مثل سرو آزاد اوشتاد که صدای شیرگویای چسبید ای جوان بخرد هیچ تو زانه چه اندازه خیره سر و بیادبی تو هسته با ای تمام بیادبی که تو کته بیا من سجده کن چه خدای نادیده بگوز چه سر تکسیراتا تیگه من گوزم امیر ارسلان گوش حرام زاده تو کی کچکه که من ترا سجده بکنم تا تو چمنی تکسیراتان سر بگوزه هرچی چسی دستا درکه در حق من بکن اگر نکته یک وطمن خری مورچه چه اوشتو کمتره وشی هرچی در حق من نکنی از کهبه کمتری کهبه نه من کنم موریه شوش کمتره به توفیق خدا 18,000 عالم ترا هم مثل دگران خاک در کاسه سر کنم شیرگویا اوش به غضب درد گوشتی مادر به خطا حرام زاده در حضور منیگه بیادبانه خبر کنه به عظمت وطن به صورت یک خرچنگ تر کنم یعنی به زوره به عظمت وطیگه من تر چو اندازه تگسی کنم خرچنگ تگسی کنم امیر ارسلان گوشت گوه وره حرام زاده پوچ مگوش که گوه همه زهمه هم دو نیمه کنم شیر گویا وجه وطی لب وشوتی لون پی تکان دا به طرف امیر ارسلان جادو کتو دمیتی حال امیر ارسلان تغییر نکد پشت شیرگویا وشی لرزد بعد چایا پریاد جا ای بنی آدم حرام زاده زانو چه پتی روزگار سر بیارم با ای زحما خنجرتو نازه و پیرمرد صاحبی حاجبی گوشت زحم و خنجر زمرد نگار چه سرینا ای مادر به خطای پچکن پیرمرد حاجب خنجر و زحم زمرد نگار چه کمر امیر ارسلان پچ کتن و آورتن برزا تخته که دست شیرگویا ایر کتن چه نهاد امیر ارسلان نامدارش درد دوباره شیرگویا لب تکاندانی لگه به سیر کنگه به طرف امیر ارسلان دم کنگه لگه ساعت صبری کو دیتی اثری نکتی گوشتی حرام زاده تا وقت سحر زانه یا ساهریه تی بدن حتما ترس بند کتا بعد چایی گوشتی ای مادر بخطا نه یه مادر بخطا ببری در زندان پشت یه در که هستی آیا در بند بکنی تا بگوشون چه باید بکنی دیتی جادوی که جادوان کار نکنی وشو برتی زندان میکنی کشیشان سر زنجیره امیر ارسلان کشتن برد در میان زنجیرخانه در بند کشت و زندان هم به یک کشیشی امیر نگهبانانی سپرده کو شیرگویا به پیرمرد حاجبی گوشت برو یک افریت دیم بده در قلعه سنگباران الحاق دیو بیارم وجه پیرمرد در نارفت یک کچ افریتان به دنبال الحاق دیوی دیم داد الحاق حرامزاده در برابر مامونیر نشته بیدگه التماس وصلی کد مامونیر زاداد ناسزایی گوشت که افریت رسید در برابر الحاق تعظیم کد و گوشتی پهلوان خداوند شما را 1000 کتا گوشتی بیا
الحاق دیو چه جاگه پاد از سپارش مامونیر با پریتانی کت به طرف قلعه شیرگویا وجه رفت. داخل قلعه شیرگویا بیت. در برابر تخت آیوشی به سجده کپ. شیرگویا پریاد کت پهلوان کجا بیتگه؟ گوشتی در قلعه سنگباران باتی دوام عمراتی دولتا خداوند واسه دوام کتا. شیرگویا گوشت تقدیر کتا گون که بر روی 40 روچه اردو پادشاهان پریزاد که به جنگ ما اتکگن بر هم بجنه. الحاق دیو عرض کو قربانت کرده امیر ارسلان و زم خنجر زمرد نگار ما اردو پادشاهان پریزاد هستیم. مچتو تا به مقابله و گویا بکنم. شیرگویا کنده تو گوشتی امیر ارسلان رومی الان در بند منیگه گرفتار هستیم. زم و خنجر زمرد نگار همیشه دیما منی هستن. همه که الحاق ارحمزاده چه مجده که اشکتی انگار دنیای باید داد. به اختیار برابر تخت شیرگویه به سجده کب. عرضی که قربان به من علاج ای 300,000 لشکر گومن دمار چه روزگارشانی من در کارم. شیرگویه گوشت آفرین به تو پیش بیا. الحاق دیما رفت. شیرگویه زم زمرد نگار چسکو به دست الحاق داد. گوشتی بیا ای زحما به کمر ببند به جنگا برو که پیروزی و نصرت به تو داده. الحاق زهم گپ سجده ای که عرضی که قربان بوان خنجر زمرد نگار هم به بنده مرحمت بکن. شیرگویه گوشت اما زهم ترا کافیه. خنجر باید در نزد من ببیده. در حال گفتگو تن که ناگان شیوانی چست بی بلند بید. شیرگویه جز کو چه خبر هستین؟ عرض کو پیرمرد زاید نگهبان قلعه سنگباران هستین. شیرگویه گوشت داخلی کنی بگندون چی گوشی؟ وجه پیرمرد زاید داخل بید. آیی در برابر تخت شیرگویه سجده کد و بنای شیوان و پریاتا لگه گون. شیرگویه جز کو ترا چه بیتا؟ عرضی کو قربان ببوما داد چه دست الحاق دیوی که به خداوند خیانتانی کتا. شیرگویه جز کو چه خیانتی؟ عرض کو قربان ببوم بنده نگهبان قلعه سنگباران هستم. 1 سال قبل که ملک ارسلان قدم در ایحاکه ایرکو دستگاه تلسمی به هم جا و زم و خنجر زمرد نگار چه تلسما چه در نیارتن. تمام اموال و اساسی به قدرت دولت ده سر پادشاه مزنه کسین در قلعه هسته. به هیچ کدام اعتنایی نکتی و تمامانی به دست من سپردی که به ناچار که مبادا من بکشی اطاعتون کد و من زانتون که دیگه در این مملکت نیتن رفت. دکتر ملک جان شاه که مامونیر نامی هسته نامزد خداوند بیته به همراه وتی بو. منم در این 1 سال تمام اموال قلعه سنگبارانو جمع کته. خیالم بیته به خدمت خداوند بیارم. 3 ماه پیش چه این 1 روچ من اشته بیتگتون لوٹتون کلیدان خزانه به حضور خداوند بیارم که دیدتون الحاق دیو چه هوای ظاهر بید وارد قلعه بید. همه که دستگاهی به هم وارتگه دیدتی منی گپ و لط بازی من جتی کلیدانی خزانه چمان گپتندی و منو چه قلعه دننی کد. هرچی من پریاد جا که ای اموال مال خداوند هستی چه من نشکتی گوشتی خداوند دیگه کنی. من لوٹه به حضور خداوند بیام شکایت بکنم و پادی منی مجروح بیتگا نتون تو راه برم چه ترس الحاق که در جنگلم بسرم برده تا پادون شر بید. اشکتون که مامونیر دست ملک جانشاه جنک ملک جانشاه که نامزد خداوند بیده
امیرسان رومیا برتا بیتا که ملک شاپور بدنتی در شپا سیره دوزتگ و آورتگی شب روز گویا عشق بازی مکننگه علاوه بر که اموال خداوند صاحب بیتا چند با ناموس خداوند هستینی ای فتنه هم که برپای کدن که امیرسان رومی به هوای جنک لشکری کشته به این مملکتات که شیرگویا همه که ای خبر پیرزاده عشق کدن خشمگین بیت و گوشتی حرام زاده ترا چه حد که نامزده منیگه بیاره و ثروت کله سنگباران صاحب به الها که سر به چیره دور تو خبری نکد شیرگویا خبر وتی تکرار کو الها که گوشت خداوند ای پیرمرد دروغ گوشی دکتر نزد من نه جنک نزد من نه اموال کله سنگباران که چایی گفته بم من گوشتم مال امیرسان رومی هستی من گفته که به خدمت خداوندی بیارم پیرمرد زایده و دشمنی به سر خداوند نکته دروغ من گوشتگی یک نفر چه کله سنگباران دیم بده که اگر ما منیر معوده نبود بفرمای سرا منیگا ببرن بکشم شیرگویا کشیش حاجب طلبت با ای گوشتی بگردن افریت سوار به در کله سنگباران ماه منیر دکتر ملک جانشاه که در بند الحاق دیو هستیم بیاری کشیش در برابر سجده کت و دنارد پس چه اندک زمان کشیش حاجب داخل گنبد بید بدم پشت سر آیه مامونیر چو مرسه کرس وجه روچ پیما تابان داخل گنبد بید سر و داخل گنبد بید که سری به چهره دور داد که چم شیرگویای که به آفتاب جمال کد با اعتدال و زلف خال مامونی را کبت 18-19 ساله یعنی که دیتی چه جاگه که آفتاب طلوع کتا تا جایی که غروب کتا چه حسن و جمال و رعنایی و زیبایی و قد و ترکیب و تنازی و دلبری و گل و نمک و اندام مادر در زمانگا که چیمشی جنی چوک با وجود هر سن نیارته بی تواجه نی شی سر و قد و سیم خود فرشته جمال مهرو و مشک و مو ستاره و جبین بزل سرمه در دو چشمش ناز عوض شانه در دو زلفش چین باد در زلفکانش خلق شمار ناز در چشم کانش گوش نشین بسته بر مژه جنگل شهباز هشته در طر پنجه شاهین از جبینش اگر سوال کنی علم الله که یک فلک پروین و از سرینش اگر سخن رانی زاده الله یک طبق نسرین به محض ای که نگاه کتی 100,000 تیر دلدوز چه صف مژگان خونخوار با ماه منیرش جستن که به سینه شیرگویا نشتن یک دلی نه بلکه 100,000 دل عاشق و مایل ماه منیر بید طوری که انان صبر چه دستا چه وشی درد کی به قدر 2 ساعت خیره به قدر ترکیب شمال اندام ماه منیر چارد هرچی لورتی گوت دیما بداری نتونتی بیشتر مال بید بعد به 1000 رنج خودداری کتی و دیمی به طرف الحاق کتو گوشتی مادر به خطا حرام زاده چطور من گوشه که پیرمرد دروغ گوشی این ناظرین که الحاق سر خجالت به چهره افکن دوری دا خاموش بید شیرگویا گوشت حرام زاده ببه تا سزایت خیانت در کنارت ایمان بلنو حال چون تقدیرم کده که به جنگ پادشاهان پریزاد بروی تبدیل نبیتیم برو
اگر به دلخواه من جنگ کته چه سر تقصیرات تیگه گوزم و الا خواب با کاسه سره کنم. الهاک حرامزاده مثل خوک کوشید تیر خورده زخمی در دل به پیرمرد زایده ناسزایی گشت. در برابر تخت شیرگویه سجده کت و دنا رفت. در شهر رفت به سهیل وزیری گشت چی حکم خداوند هستند که هر قدر ممکن بیتن چه طایفه جان و اپریت اجنه و لاکی سپاسان بگنده جمع بکنه و منا مامور جنگ پادشاهان فریزادی کتا. سهیل وزیر حرامزاده 15 روچ مولتی طلبت در خزانی پچکو چه هر پیما چه هر فرقه طایفه دسته جیره مواجب سلای دادن دن شهرها دیم دادن. دن روچ 15 100,000 لشکر خونخوارین جرارین دوره دیدن سانی دید آماده که الحاق دی و حرامزاده هم و تا هم آماده که زم زمردنگار به کمر بستی به اردو رفت. یکی چه اپریتان طلبی که نامه لکتی که اقبال شارخ شاه پری به پشت گرمی پسر بنی آدم لشکر کشته به مملکت بنی جانت که نزانه که مملکت بنی جان چون دگر جاها بی صاحب نه که بتونه رخنه بکنه. گمان نکنه که مثل خداوند شیرگویا صاحب هستینی که بنی آدمی تومه اجدیا کتا و نر شیر مثل الحاق دیو در این سرزمین هستن که نیلی آب آسوده شما بنوشه. برحال آماده جنگ ببه که بانده گل لشکرا جرارین در برابر شما مقام به ضرب زهم زمردنگار به توفیق شیرگویا دمارچ روزگار شما من در کارم. نامه به دست اپریت داد. اپریت هم رفت دم وارده اردو اقبال شاه بید تو در برابر تعظیم کد نامه داد. اقبال شاه پچکو به دست آصف وزیری داد. آصف وزیر نامه به صدای بلند واند. همه که هر دو این پادشاه چه مضمون نامه با خبر بیتن با فکر تو که پرو رفتن. بعد چه آیا نامه درت گوش و پونز کاسده هم برتند چه بارگاه در نکد. اپری دوش وجه نارا جنان و پریاد کنان در نارا به خدمت الحاق رفت. گزارشی کد. الحاق گوش خشمگین بید ورچی لشکر آماده بکنه کوچی بده. در برابر اردو اقبال شاه پرودت کن. خیمه هم برپا کتند. لیکن بعد چه روگا اپریت ملک اقبال شاه و ملک شارخ شاه و وزیران و امیران محرم کو وجه به خلوت رفتن با مشورت کت نشتن. ملک اقبال شاه ورد مشکل ای است که پیرمرد زاهد هم رفت خبری چه امیر ارسلان نیاوردی نزانو چه بسر آید مرتا یا زنده هسته. آصف وزیر و امیر ارسلان زنده و سلامت 40 روز دیگه چه بند خلاص بیته. لیکن مشکل ای است نزانه زهم زمردنگار چه کجا به دست الحاق حرامزاده کفته و الحاق در شجاعت و حرامزادگی ساحری که یه مٹ نیسته. 100 درجه چه پولاد زره 100 اندازه چه پولاد زره وشی بدترین وای بر وقت که زهم زمردنگار که من دستا حرامزادگی ببی. امیر ارسلان نیستن که چوشین بلای در مقابل داره که خدا بخیر بگازینی. اگرچه در رمل تو که دیدتگی عاقبت امیر ارسلان چه بنده نجات کن و پیروزی آزان میگن. لیکن پدا هم زهم زمردنگار تشویش دارید تشویشی هستین. شارخ شاه گوشت اشان تمام سهلن دل به کرم خدا باید بست انشالله عاقبت خیر است. حال باید قرار جنگ ای حرامزاده بدین جوابا. پس چه گفتگو مشورت بازین قرار ایرکو که چه 3 لشکری که مال 3 پادشاه هستین هر روز
سپاه یک پادشاه به میدان بروته چندان پایداری کنین که تا که امیر ارسلان چه خبر صریح ما گوش بداریم برسی ما را اشان در ادا بداره چند کلمه عرض کنین چه شیرگویا و مامونیر همه که الحاق حرامزاده چه گنبدا دنا رفت پیرمرد زاید در برابر تعظیمی کت و عرضی کت عرض کو خداوند اعظم به سلامت بند تکلیف بنده چیه اگرچه ای کلاه من دنا برون در هر نقطه زمین برون حتی در رحم مات هم برون الحاق دیو منا پیدا کنته و ای مرتبه منا حتما کشی شیرگویا گوش راست باشه تا هم در ای کلاه ببه در کبال چوشین خدمتی که به من کتگه به تو رتبه پیغمبری دم فریادی برارد حضرات خلعت و تاج و مرصع بیاری کشیشان تحت کن یک دست خلعت شرین آورت پیرمرد پوشت و دست خر طلایم به کمر جد در برابر تخت خداوند سجده کو همه هنگام چم شیرگویای به جمال مامونیر کپتن که چو ابر بهار قطرات اشک چه سپر رخسار آیه جاریم مثل باران مثل هوران وشی بهاری من گریوگیم آس وشی ما کانون سینه کپت گوشتی نازنین بچه تو گریوگ کنه مامونیر در حالی که سری گوشی چهره گریه که جوابی ندا شیرگویا به پیرمرد زاهده گوشت ای پیرمرد گریه ای سنم بچیه من لوٹو انشپی 10 وسال به گردن آیه در بیارم بچه من گریوگه پیرمرد نزدیک رفت گوشتی ملکه بچه تو گریوه آهسته به من بگو درد چیه مامونیر گفت پیرمرد گفت خانتی خراب ببی ایچ بلایی بود که به منا تو دوچار کو دست ای حرام زادگه آرد که به زهره منی نزدیکن که بترکی یعنی آب ببی به جلال خدا اگر ای حرام زاده بلوٹ دست به طرف من دراج بکن من اتر کشم پیرمرد آهسته گوشت ملکه جز ای که ترا ادا بیارون چاره دیگه نداشتم امیر ارسلان در دست ای حرامزاده گرفتاره ترا آورتا که حرامزاده گرفتار عشق تی بی چند روچی که فرصت امیر ارسلان بگندن شاید بتونه چه ای بنده آیا نجات بده مامونیر همه که منظور پیرمرد به همه دیگه خبری نکد شیر گویا به پیرمردی گوشت پرچیا گریواگ میکنی پیرمرد گو اولا که جوانی هستی کم صلابت خداوند چه ترستگی ثانیا ارزم کتا گوشتی من جنک ملک جانشاه هستم چه اول نامزد خداوند بیتگو هنی مثل کنیزان و اسیران بی سیرا دست به گردن من در کاری چه ای موضوع دلتنگه عرضی که در خلاقل 40 روز به من مهلت بده و سوال عیش و عروسی آئی واسه پراهم بیاری بعد چه آئی من کنیز خداوند و مختاری هنی مسئلت ای هستین چون اول خواهشی هستین که ملکت خداوندی کتا عرض آیه قبول کنید در این چند روز آیه به دست من بسپارید تا درست رام بکنم و سوال عیشا پراهم بکنم شرف دولت و دولت آیین که پسند تاب خداوند ببی شیر گویا ساعت متفکر بی تو بعد گوشتی پیر من با جمال ای جنک عاشق هستم دقیقه نتونو صبر بکنم این شبی 10 وسال با گردن آئی در کارو چه بانده بنای عیش کلو هر جور آئی دل بلوٹی وسال پراهم کنم گریه مامونیر شدیدتر بود پیرمرد عرض کو خداوند به سلامت با اگر به زور بلوٹه هر کاری تونه بکنه
لیکن اگر به جمال معمولی تو عاشق هستی رضای آیی هم منظور باید بداره، چون واهمه دارید که ترستگی اگر چند روز با یا مهلت بده بهتر است. شیر گویای وجه وشت کلیپ من کلم ازم بی وجه شیر گویای وشت اگرچه سخت صبرون نیستیم، چون رضای آیی دری هستیم چند روز با یا مهلت دام، به شرط ای که تو هم نصیحتی بکنه تا رام ببیته. پیر مرد عرض کو به چما وجه چشم نه. اوه وجه 35 6 ماه گوشت دارید نودی مداد میکنه علامت جنی او کار مبینه آپای ما بوده کار بو سلامت 35 نمونزدیک 36 وجه سلامت باته الله میاره ما و ندانی که وابنو که آقا سلامت باته الله میاره الله حافظ وجه 36